تحت ریاست رئیس شهر بهاءالدین بهادرزاده اجلاسی 15 مجلس وکیلان خلق شهر دعوت ششم برگزار گردید. در رفت آن وکیلان مسئله‌های عاید به رفت عملی گشت برنامه دولتی رشد تحصیلات تا مکتبی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2025 درباره کنسپسی سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان در ساحه دین، تصدیق وکالت وکیلی وکیل مجلس وکیلان خلق شهر اسفره از حوزه انتخاباتی لنگر رقم 20 یوسف فلایسیدین یوسفویچ، حسابات کمیسیون دائمی مجلس وکیلان خلق شهر اسفره عاید به مسئله‌های سیاست اگراری، خوراکواری، مهنت و خدمت رسانی به اهالی، عاید به نامگذاری ابیکت‌های جغرافی و فیزیکی و تصدیق قرارهای رئیس شهر را بررسی کرده قرارهای مربوطه قبول نمودند. از روی مسئله یکم گزارش معاون رئیس شهر با بایان مدینه عبدویقین زاده شنیده شد. ذکر گردید که باید جهت آماده نمودن مربیه ها و آموزگاران هم آهنگسازی کمک‌های مشورتی و متدی به عائله‌هایی که کودکان سن و سال تا مکتبیشان در خانه تربیت می‌گیرند تدبیر اندیشی کرده شود. همزمان وقت آن است که برنامه‌های دائم عمل کننده تلویزیونی و از نفسازی میدانچه‌های ورزشی و میدانچه‌های بازی کودکان روی کار آیند. تعمیر و تجدید و زیاد نمودن جایها در مؤسسه‌های تا مکتبی عمل کننده، زیاد نمودن شماره مرکزهای انکشاف کودک، مخصوصاً در مرکز جماعت‌ها و دهه‌های کلان، درست برای ماندن انتخاب و جابجاگذاری کادرها در ریاست معارف شهر در سمت تحصیلات تا مکتبی از اقداماتی است که به رشد تحصیلات تا مکتبی مساعدت می‌کند. معاون رئیس شهر سرورالدین ضیاءالدین زاده باشد عاید به کنسپسی سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان در ساحه دین معلومات داد. ذکر گشت که در آینده نیز جهت تامین اجرای قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی، درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان و درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند تدبیر اندیشی صورت گرفته جهت حفظ استقلالیت دولتی و منفعت‌های ملی، تحکیم ثبات جامعه، رشد استوار رابطه‌های سازنده دولت و اتحادیه‌های دینی ضرور میباشد. در برابر این روند احیای فرهنگ و خودشناسی ملی، پاسداری میراث معنوی و فرهنگی و عنعنه‌های دینی و تاریخی مردم تاجیک دقت خاصه باید داده شود. منبع وکیلان بعد از شنیدن معلومات رئیس کمیسیون شهری انتخابات نوریلا قربانوف وکالت‌های وکیلی لایسیدین یوسفوف را از حوزه انتخاباتی لنگر رقم 20 تصدیق نمودند. معاون رئیس شهر محمد محیدین زاده حسابات کمیسیون دائمی مجلس وکیلان خلق شهر عاید به مسئله‌های سیاست اگراری، خوراکواری، مهنت و خدمت رسانی به اهالی را به سمع حاضرین رسانید. در رفت اجلاسی با مقصد گرامی داشت نام شهیدان حمایه مرز، پاس داشتن خاطره نیک آنها و بلند برداشتن حس وطندوستی نورسان و جوانان، معاون رئیس شهر سپیدین جورزاده گزارش داده در اساس برآمد او نام یک قطار ابیکت‌های جغرافی و فیزیکی به نام شهیدان مناقشه‌های مرزی گذاشته شد. در جریان اجلاسی رئیس شهر بهاءالدین بهادرزاده دقت وکیلان و اهل نشست را در قطار مسئله‌های بررسی شده اینچنین به کامیابی و کمبودی‌های موجوده ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق شهر جلب نموده وکیلان و فعالان شهر را به اجرای وظیفه‌های مهم بهر نفع جامعه دعوت کرد. در کار اجلاسی نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت جهانگیر سلیم زاده نیز اشتراک و برآمد داشت.